بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت ولادت فاطمه مرضیه بیبی دو عالم خاطره‌ای در ذهنم بود که به مناسبت همین ایام براتون بازگو میکنم. عنوانش هست شفا. از دوران اسارت به یاد دارم که معجزه‌ای در زندگی من اتفاق افتاد. حدوداً 2 سال از روزهای به شدت سخت و پر از درد و رنج و شکنجه اسارت بر ما در اردوگاه رمادی 9 گذشت. هوای رمادی اون روزها بسیار گرم و سوزان بود. در یکی از همان روزهای اسارت بنده به بیماری یرقان یا زردی مبتلا شدم. اوایل فکر میکردم یه تب عادی یا حتی یه سرماخوردگی شدیده، ولی روز به روز حالم بدتر میشد. اشتهام را به غذا خوردن کامل از دست داده بودم. حتی آبم نمیتونستم بنوشم. شدت بیماری روز به روز بیشتر میشد و بدن من ضعیف و ناتوان، تا جایی که دوستان نزدیکم مثل اکبر رضایی و علیرضا بابایی از منجیل که با همدیگه اسیر شده بودیم، از وخیم شدن احوال من بسیار نگران بودند. در آن ایام طبق قانون اردوگاه در هر شبانه روز 5 الی 6 بار آمار می‌گرفتند و بسیار وسواس داشتند در شمردن و آمار دقیق اسرا. اما حال من آنقدر وخیم بود که حتی نمیتونستم بشینم، چه برسد به اینکه بخوام سر پا بایستم. به خاطر شرایط سخت بیماریم افسر عراقی به مأمور آمار گفت که به این اسیر کاری نداشته باشه. خلاصه کار به جایی کشید که دیگه امیدی به بهبودی من نبود. دوستانم یه جلد کلام الله مجید آوردن بالا سرم گذاشتن. من در تمام اون روزها و ساعتها با مرگ دست و پنجه نرم می‌کردم و اصلا خبر نداشتم که چند روز یا چند هفته بر من به این منوال داره میگذره. خودم از خودم بیخبر بودم، اما در تمام لحظه ها که اوضاع من روز به روز بدتر میشد دوستان منو تنها نذاشتن. بدنم در تب 40 درجه میسوخت و کاملا بیجان و ناتوان شده بودم. اکبر و علیرضا از شب تا صبح تیمارم میکردن. با پارچه خیس که تنها وسیله درمان من بود که در اختیار داشتن سر و صورت و سینه و دست و پاهامو خنک میکردن تا بلکه تبم پایین بیاد. تب شدید و تشنگی اوضاع را سخت کرده بود، اما دریغ از نوشیدن یک جرعه آب. اگه جرعه آب میخوردم حالم بدتر میشد و زرداب بسیار تلخی بالا میآوردم. من در حالت نیمه هوشیار و دوستانم از بهبودیم کاملا ناامید. وزنم از 74 کیلو به 40 کیلو تقلیل پیدا کرده بود. رنگ پوست صورت و بدنم به رنگ زرد کهربایی شده بود. چنان تحلیل رفته بودم که فقط پوستی روی استخوان‌های ضعیفم کشیده شده بود. همه بچهای اردوگاه از دیدن جسم بیجان و رنج فراوان من غمگین و مغموم بودند. کاری از دست هیچ کس بر نمی اومد. با پیگیرهای اکبر رضایی دکتر اردوگاه به دیدنم اومد. دکتر وقتی من دید گفت این بابا دیگه زنده نمیمونه، ولش کن. از بهبودی هم قطع امید شد. در آن روزهای گرم و سوزان رمادیه تب و آتش فراوان من بیشتر و بیشتر شد. لبام خشک مثل کویر شده بود، ولی دریغ از توان نوشیدن قطره آب. اکبر با مهربانی و محبت دستمال خیسی به لبام میزد و سعی میکرد قطره آب به گلوم برسونه. اما همونطور که در بالا گفتم خوردن حتی یک قطره آب برایم شکنجه بود، چون زرداب تلخی بالا می‌آوردم. این رنج و بیماری حدوداً 40 شب طول کشید. نمیدونم چه ساعتی از شبانه روز بود. سکوتی فراگیر، شاید نیمه‌های شب بود. من غرق در ناامیدی و حالت اغما و در میان اون همه رنج از خدا گلایه کردم. خدا، من یه نوجوان 16 ساله در طول عمرم سعی کردم بچه خوبی باشم، اشتباه نکنم، کار نادرست نکنم. نمازمو خوندم، روزمو گرفتم. به فرمان امامم، به فرمان نایب امام زمانم برای دفاع از کشورم به جنگ اومدم. مرگ حقه، اما چرا انقدر باید زجر بکشم؟ چرا این همه زجرم میدی؟ در اون حال و روز همینطوری که با خدا در دل میکردم به خواب عمیقی فرو رفتم. کات کن.